تا آخری نواری ما صبر کنین، تماشا بکنین نواره و صحبت های ما را با صحبت های جناب حاجی میرزا مقایسه بکنین و وزن سنجی بکنین، حقیقت از بین این صحبت ها جویا بشین. خب شروع میکنیم در نواری حاجی میرزا. راه افتادگی در کار نیست، ناراحت کننده بسیار بگیم گفتی همین توجیه ما زیف کم شیدیم، ولی انشاءالله برادران عزیز و گرامی در هر یک لحظه هایی که به سر ما میآید انسان باید روح افتاده نشود. هیچ وقت روح افتادگی در کار نیست. فقط ما اولا به تمام مردم واروخ گفتنیم، شخصا من دعا میکنم که الله مهربان اولا شما را حفظ کنند و ما در پهلوی شماییم. امروز همه ما واروخی گرد در سر دیگر اینجا سر منطقه ها دیگر نمیدونم، یعنی همه ملت با شما است، همه وطن با شما است، زیرا شما هم یک پارچه از زمین تاجیکستان مایید. و همین خاطر برادران عزیز و گرامی اولا دعا میکنم که اونهایی که گذشتن در همین حالت گذشتن، خدای مهربان اینها را رحمت و مغفرت کنه که بسیار درجه بلند بردن. این طرف ماه رمضان که درهای همه عذاب الله بسته. دویم حمایه مرز و بوم که پیامبر گرامی گفته است 3 نفر گفته است به حساب جنت می رود. یک نفر شما کسی هست که مرز و بوم دیار خود حفظ میکنند. این برادرای گذشته را الله رحمت و مغفرت کنه و زخمی های ما را الله مهربان شفای کامل کنه. و برادران عزیز و خیلی گرامی، من امروز قدرت و قوت من این است که همیشه در حق شما در هر یک نشستم، در هر یک عبادتم دعاگو هستم که همه مشکلات را با فضل کرمش دور گردانم. فقط باز گفتنیم که امروز الحمدلله رب العالمین ما در یک زمان زندگی داریم، ما در یک دولت زندگی داریم که انشاءالله رسیدگی در همه مشکلات شما را میکنن. به این خاطر ما باید که هیچ وقت اینطوری روح افتاده نشیم، شکست دیل نشیم و هیچ وقت. خب دو نقطه ای را که همینجا ذکر کرد حاجی میرزا، در همین دو نقطه اول صحبت بکنیم، باز دوام میتیم نوارا باز صحبت میکنیم در نقطه های دیگرش. یکی از اونها گفت که ما در بری شما هستیم و دعاگو هستیم و قبل از همه شخصا من خوشحال هستم که علاقه حاجی میرزا توجه کرده است به پرابلمی که سال هاست که در بین مردم واروخ است، یعنی علاقه مشاهده کرده است، فهمیده است که همین خیلی پرابلم بین مردم واروخ و قرغیزستان، مردم قرغیزستان هست. دویم مسئله گفت که ما در یک عصر زمانی هستیم که دولت داریم. تاجیکستان یک تاجیکستانی هست که مردم تاجیک، مردم این دولت صاحب دولت هستند و این دولت رسیدگی میکنه به هر یک مشکلی های شما. رو افتاده نباشین. خب که میاییم سر آن موضوعی که دولت آیا رسیدگی میکنه به هر یک مشکلی های ما و شما یا اینکه نه. اگر ما 2 ماه قبل اگر تاریخش ورق بزنیم، 2 ماه گذشته، 2 ماه 3 ماهی که قبل بود، همین دولتی که این همی حاجی میرزای به همون ریشی سفیدش شرم نداشته میبروید تعریفش میکنه، و همون
حرمت و احترام و عزتی که خداوند داده استش میبروید این دولت احترام میکنه. همین دولت در حالت سختترینی نه تنها مردمی واروخ بلکه تمام مردم جامعه تاجیکستان، یعنی در حالتی که مردم گرفتاری بیماری کووید 19 کرونا ویروس بدن، در ایرپورت های دیگر دولت ها پرت افته بود این مردم و فرار کردگی بود. به داد مردم نه خودش میرسید نه سفارت هاش میرسیدند. امروز یک خیلی چوده شده و گفتی حاجی میرزا در تمامی پرابلم های مردم رسیدگی میکرده است. انمی دولتی امام علی رحمانوف. خب ما برای حاجی میرزا و برای تمام مردم تاجیکستان در همین نقطه ها یک خطاب دارم. خداوند جل جلاله در قرآن بالای ما و شما یک خطاب میکنه. میگه هر زمانی که حکم میکنیم با عدل حکم بکنیم. یعنی هر زمانی که یک گپی را میگین یا اینکه یک حکمی را که میکنین باید در سخنرانی شما، در حکم کردن شما عدالت باشد. خب آیا در همین صحبت های همین حاجی میرزا عدالت هست؟ در همین نقطه علاقه ما ذکر کردیم دولت به تمامی پرابلم های شما رسیدگی میکند. میگه آیا همین دولت در زمانی که تاجیک در روسیه کار میکنه کیدت میشود، پولش نمیتین، میکشنش، زندانش میکنن، همین دولتی تاجیکستان دولتی که ساخته است امام علی رحمانوف. البته دولتی تاجیکستان اون نساخته است، سال 1924 شروع شدگی است دولتداری مردم تاجیک. خشت ها و یا اینکه فوندامنت و انا او زمان ریختگی بود. اون نفرایی که در او وقت محنت کردن انا او میتونن دعوا بکنن که دولت ساختیم. خب رحمانوف یک دولت ساختگی تیار گرفته و امروزها آورد به جای رساندش که الکی یک ملتی که عباره از 3 یا 4 میلیون است جرأت پیدا میکنه که بالای ملت ما تیر بکشه یا اینکه ظلم بکنه. خب آیا رحمانوف در همون مشکلی هایی که شما در روسیه داشتین با وجود چندین سفارتخانه ها، با وجود چندین کنسولگری ها رسیدگی میکرد در مشکلی های شما یا اینکه نه؟ آیا در زمان کرونا ویروس شما هم مبتلا به کرونا ویروس شدگی بودین، در مبتلا به پرابلم کرونا ویروس شدگی بودین، در ایرپورت ها خواب بودین، بیکار بودین، در استرویکه ها و واگن ها در پدول ها خواب بودین، نان خوردن نمیافتین؟ آیا همین رحمانوف یا اینکه حکومت رحمانوف با پرابلم شما رسیدگی میکرد؟ البته نمیکرد. آن کسی که با پرابلم شما رسیدگی کرد امروز در زندان رحمانوف محکم است، عزت امان. امروز حاجی میرزا میگه که ما و شما در عصر زمانی قرار داریم که ما دولت داریم و دولت ما با تمامی پرابلم های شما رسیدگی میکند. بی‌عدالتی است، والله قسم بی‌عدالتی است. دوام میتیم دیگر نقطه باشه. ایت آدم تنها و بی‌صاحب هم برادر عزیز هیچ وقت احساس نکنید. هیچ وقت احساس نکنید تا قیم امام علی خطیتون است. برادر عزیز که خطیتونیم، همراهتون هستیم و دعاگو هم هستیم و امروز برادرایی که از ما هستند. یک چیزی دیگر، در زمانی که در ایرپورت ها مردم بی‌صاحب خواب بودن، در زمانی که مردم تاجیکستان مبتلا به پرابلم کرونا ویروس بودن،
نمیشد که همین حاجی میرزا یک برآمد بکنه بگه که امام علی رحمانوف، ای منصبدارا، ای کسانی که شما در شاخه‌های حاکمیت هستین، امروز ملت در پرابلم گرفتار شدگی است، شما باید به پرابلم ای رسیدگی بکنید. آیا حاجی میرزا در همون زمان همین خیل برآمدها کرد یا اینکه نکرد؟ جواب در نزد شما است. البته میدونین که نکرده بود یگان نوار. در کدام منطقه زندگی داریم؟ امروز برادرای عزیز و گرامی ساعتی آمده است که همون مرز و بوم حفظش که این بگیم یک چی گوییم یک زمین های تاریخی که برای ما و شما باقی ماندگی هست، انشاءالله هر وجه او را ما حمایت میکنیم. و اگر چرا نمیرفت حمایت بکنیم؟ مردم جنگخواه نیستیم، ما مردم مثال بگیم که جنگخواه نیستیم، لیکن جان گفتید تاجیکای ما جای جنگ جای ننگ امروز جای ننگ که آمده است، علوی میرون او ساعت هم نیبود. اگر آورد هر یک نفر ما باید که برای حفظ حمایه این وطن و ملک خود ما برادر عزیز یک 100 جانه اگر 1000 جان که در کار شد برادر عزیز ما باید که دادن ماندر کنیم. برای خب درست است. ما هم از تمامی بیام از نام خودم گپ بزنم. من شخصا از تمام مردم تاجیکستان دعوت میکنم که این مردم تاجیکستان، ما در گردنمان فرض واجب شدگی است، قرض شدگی است، از خاک وطن حمایت بکنیم. اما یک چیز عمیق و دقیق بدونیم، از خاک کل وطن، خاک وطن تنها در واروخ نیست. خاک وطن اونها 1,500 کیلومتر کوادراتی که در خطای فروخته شد، اونها هم خاک وطن بود. یا اینکه آن زمین هایی که برای 50 سال کنترکت کردگی است به خطای بخشیدگی است، اونها هم خاک وطن ما و شما هستند. یا اینکه آن کندنی هایی که آن کانهای طلا یا اینکه کانهای نقره که در وطن ما و شما هست به خطای به ایتالیا و به دیگر دولت ها فروخته استش رحمانوف، آنها هم خاک وطن ما و شما هستند. در گردن هر یک کدام ما و شما فرض واجب است حمایت کردن از خاک وطن. آفرین، همه سرجم باشین. همه ما والله قسم در واتساپ برای مادرم یک سبشین روی کردم، گفتم مادر جان، امروز بغیر از من 2 پسر دیگر داری در تاجیکستان. اگر مبادای برای حمایه مرز و بوم وطن لازم شدن، یک کلته که بگی هر دیشه زده سر بکنه خونه، بگو که برین از خاک وطن حمایت بکنیم. من افسوس میخورم که این روزها من امکانیتی در وطن آمدن بگیم قدم خدمت گذاشتن ندارم و الا من راستکی از همیجا به هم واروخ هم میرفتم برای حمایت مرز بوم وطن. خب نگاه کنین، زمانی که خاک وطن به خطای فروخته شد 1,500 کیلومتر کوادراتی است. 1,500 کیلومتر کوادراتی را اگر با گکتر قطعی حساب بکنی 150,000 گکتر زمین است. 150,000 گکتر زمین وطن ما و شما را امام علی رحمان و خطای فروخت. همین حاجی میرزایی که امروز برآمد داره در او زمان گپی نزد، چیزی نگفت. همون تلفنی که میگه که من تلفن نوی کردم پرابلم های واروخ دیدم، همون تلفنش نشان نداد و پرابلم ها و از گروه 24 نشنید او چیزا را.
ولی شما گوش بکنین که در دوام گپش از گروه 24 چی چیزا را گویا شنیده است. من انشاءالله بازم میگم خداوند روزهای سخت نیارد، آمین. روزهای وزینی را نیارد. آمین. خداوند دنبال این کار کشید با تنجیم خوبی را بیارد. آمین. الله مهربان همه تون را حفظ کند. آمین. یا رب العالمین. برحمت. برادر عزیز و گرامی، the potential use of the technology. بخشین رکلامش می. Расскажите, пожалуйста, من یک بگیم گفتنی پیشینه هم داشتم و باز یک بار دیگه با مراجعت هم میکنم که در کجای باشیم برادران عزیز، در کجای باشیم، در کدام منطقه از دنیا باشیم، شما فکر کنید که اگرچند که امروز ما به اسلام داریم اگر به شرطی بنازیم افتخار کنیم، لیکن تاجیک بدنم ای مدی نظر دور نکن. یک چیز دیگر است که ما تاجیکیم برادران عزیز. حقیقتا حاضر همین گپ‌ها برای بسیاری آدم‌ها شاید من یا عادی میتاود، لیکن دادرای جامعه را عادی قبول نکنید که امروز الله را سپاسگزاری کنیم که ما مردم حقیقتا یک دولت کردیم، یک ملت شدیم. امروز شکر الله مهربان از او کسایی که این دولت ساختن روحشون شاد بود، او کسا زحمت کشیدن، او کسا ساختن برای ما و شما یک دولت تیار کردن دادن. اما بدانید که به خدا قسم تاجیکستان همچون یک دولت نه حاجی میرزا ساخت، نه امام علی رحمان ساخت، نه گروه 24 ساخت، نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساخت و نه دیگرش. او کسایی که تاجیکستان همچون دولت ساختن بر وقت در تگ نهمن خاک خوابند. روحشون شاد بود. دیگر ملکا بیاین ملک ما و شما را وصف کنن، تعریف کنن، ما خود ما ایستاده و تنقید کنیم، این برادر عزیز با یگان قاعده و قانون نه دنیاش نه دینش موافق نمیاید. برای من دیروز یک برنامه را نگاه کردم، خوب اهمیت بدیم. همین برنامه رو نگاه کردم در یک شاید گروه 24 بود یا شاید روز دیگر همین اینترنت چندین گروه های پیدا شده که دیگر سرفراش هم نمیره، هر کدامش که میشینن فقط و فقط سنگزنی های بد کردن های مثال بد نشان دادن های. یک کس سوال میکرد که برادر عزیز انا نمیشود که ما گویا که نگاه کنین، گویا که گروه 24 یا که دیگر خلاصه اشارش مخصوص به مخالفای رژیم دیکتاتوری رحمانوف است و نامبر هم میکنه گروه 24 است یا که گروه های بسیار پیدا شده است. خب گویا که ما فقط و فقط بد کردن تاجیکستان در سر کار داریم. گویا که ما فقط کاری میکنیم که تاجیکستان رو بد بکنیم. ای مردم، ما باید در این عصر 21 این قدر هوشیار باشیم که تاجیکستان از امام علی رحمان جدا کردن شد نه تنها خودمون بدونیم، بلکه فرزندای 2 ساله و 3 سالمون یاد بتیم که بدونن که تاجیکستان چیه، امام علی رحمان چیه، تاجیکستان چیه، حزب خلق دموکراتی چیه. ما هیچ وقت نمیگذاریم که یک نفر تاجیکستانی ما را بد بکنه. با والله قسم من شخصا اگر نفری را قطیش روبرو بخورم که یک گپی ناسزا نسبت به تاجیکستان بگه کو دنداناش هم اشکنم. من نمیگم که من گرینی زورم، من میگم که ناموسی من همون قدر الحمدلله هسته که شاید زورم نرسه اما جانی خودم در خطر میگذارم، دندانای هم خیلی آدمی را میشکنم، زبانی هم خیلی آدمی را میبرم که
تاجیکستانی عزیزی ما را بد میگه و پست میگه. تهمت ببینید که یک تهمت آشکار نسبت به مخالفا. من هیچ وقت از مخالفا یگان تحقیر نسبت به تاجیکستان نشنیدم. خب تحقیری نکرده را تهمت میزنن، میگن که تحقیر به تاجیکستان کردن، بد گفتن به تاجیکستان. ولی اگه شما تصور بکنید که یک مخالف مبادای زبانش بپیچه که الهی زبانش بریده بشه، همون کسی را که تاجیکستان بد میگه زبانش بپیچه و یک گپی ناسزا نسبت به تاجیکستان بگه، یا چیکار میکنن در او زمان؟ یک تهمتی یک کاری نکرده را تهمت میزنن و گپ میزنن. کار بشه چیکار میکرده باشن؟ خب داملا را پرسید که کما در همین جرگه برای اشتراک کنیم در همین سرحد یکی بکشن ما چی در جا میبریم؟ او کس میگه که اینجا امروز جای داملا پرسی نیست. یعنی مقصد داملا را یک طرف بگذار. نه برادران عزیز، این چیزهایی را که کسی چیزی میگه، من گمانم میگه که امروز ممکن همون آدمانی که خداشون وطن دوستدار میگن اونا از همین جنجال همیشه شاید که در دلکاشون کمتر با خرسندی هم داشته باشن که ببینید گپا میگه که گویا در کدام برنامه تماشا کرده است همین حاجی میرزا که یک نفر در آمده سوال داده است که همین یگان داملا نیسته که ما از اون بپرسیم که وقتی که ما بریم در واروخ برای حمایه مرز بومی وطن جنگ بکنیم و کشته بشیم، آیا شهید میشیم یا که نه؟ من نمیدونم، من شخصا تماشا نکردم، اما گویا که کدام گفته است که ما مصولی ایجاد جای داملا نیست و این گپا بهانه کرده است حاجی میرزا و باید که بد بکنه مخالفا را، باید که گپ های پست ناسزا بگه برای مخالفا و حمایت بکنه از امام علی رحمان. من با حاجی میرزا گفتنی هستم که حاجی میرزای محترم، من به الله قسم، به همون خدایی که جانی تو و جانی من در دست اوست قسم، یکی از سببهای اساسی که من مخالف اینمی رژیم شیدگی هستم بسته شدن مسجد تو است. اینمی رژیم نگذاشت که تو و امثال تو امر معروف بکنن در تاجیکستان، مردم تربیه روحی بتین تا اینکه مردم تجاوز در ناموس یکدیگرش نکنن، تا اینکه مردم نرکمن نباشن، تا اینکه مردم خون یکدیگرش نریزن. این رژیم نگذاشت که شما همین صحبت ها را بکنیم. من از قهر باشه یا که از غضب باشه یا که از ناموسی مسلمانی باشه که من مجبور شدم که ضد این رژیم بخیزم. یکی از سبب‌های اساسیش که من ضد این رژیم خیستم بسته شدن مسجد تو است. ما اگه اونقدر حرامزاده ایم که به داملا و ایشان ملا احترام نداریم. احترام به داملا و یا ایشان ملای هست که یا عالمی هست که عمل کننده در دینش باشه، حمایت کننده از دینش باشه، دفاع کننده از دینش باشه، ننگ ناموسی مسلمانی داشته باشه، نه اینکه یک دشمنی خدا را، یک دشمنی مسجد ها را، دشمنی تعلیمگاه های اسلامی را، دشمنی ستر حجاب و دشمنی ریشه، دشمنی قانون های الله طرفداری بکنه. ما انمو خیلی داملا و ایشانی را احترام میکنیم که حقیقت ببرویه گپ بزنه، با قیمت جانی خودش بازی بکنه و حقیقت گپ بزنه، از دین خدا دفاع بکنه.
از عزت خدا استفاده میبرن. این نفرها میزنن اشکماشون سیر میکنن، اما زمانی که مسجد خدا بسته میشود، زمانی که ستر حجاب از سرای دخترها کشیده میشود که فرض الهی است، اینها خاموش هستند. زمانی که زید یک دیکتاتور 4 جوان میبراین گپ میزنن، یا به خاطر که شأن شرفشون از دست دادگی هستن رشک میکنن، حسد میبرن، به خاطر که رژیم برای اینها یک استخوانی خاییده شدگی را در پیششان بپرتای از رژیم دفاع میکنن. چگونه ما احترام به این خیل داملاها داشته باشیم دیگر، و داملاهای دین فروش، و داملاهای عزتی که الله به آنها داده است عزت فروش، ما چگونه احترام بکنیم؟ چگونه ما این خلق بیچاره را فریب بکنیم که تا آخر عمر فریب این خیل کاسلیسا را بخورن؟